سلام به همگی. آماده اید با هم در قالب جمله فرانسه یاد بگیریم؟ پس بریم شروع کنیم. Je suis retourné en Espagne en septembre. Je suis retourné en Espagne en septembre. یعنی من در ماه سپتامبر به اسپانیا برگشتم. اینجا ساختار جمله گذشته هست. Je suis retourné به صورت پس کمپوزه استفاده شده از فعل retourner که از جمله افعال حرکتی هست مثل aller, venir, entrer, sortir و همه فعلای حرکتی که در درس گرامر بهش اشاره شد. فعلای حرکتی برخلاف فعلهای معمولی برای حالت پس کمپوزه به جای فعل avoir از فعل être براشون استفاده میشه. همینطور یاد گرفتیم که فعلهای حرکتی که تو دست افعال استثناء قرار میگیرن برخلاف فعلهای معمولی به جنسیت فاعل ما حساس هستن. همونطور که میبینیم اینجا ضمیر فاعلی ما اول شخص مفرد هست. ما نمیدونیم جنسیتش فمینن هست یا مسکولن، ولی با نگاه کردن به فعل میفهمیم که بله، فاعل ما اینجا مؤنث هست، چرا که انتهای فعل یک ا اضافه شده. اگه فاعل ما مسکولن بود، مذکر بود، به صورت je suis retourné بدون اون ا در انتها استفاده میشد. پس اینجا متوجه میشیم که فاعل این جمله مؤنث هست و جمله به صورت پس کمپوزه استفاده شده. Je suis retourné en Espagne en septembre. همونطور که میبینیم برای اسپانیا از اینجا حرف اضافه آن استفاده کرده. یه نکته مهم در مورد این ساختار وجود داره و اون اینه که برای همه کشورهای فمینن، کشورهایی که جنسیتشون مؤنث هست، باید همیشه از حرف اضافه آن استفاده بشه. همینطور کشورهایی که مسکولن هستن، جنسیتشون مذکره ولی با حرف صدادار یا وایل شروع میشن هم باید از آن استفاده کنیم. برای مثال en France, en Italie, en Allemagne, en Iran. فرانس، ایتالی و آلمان اینا همه کشورهایی هستن که جنسیتشون فمینن هست، مؤنثن و براشون از حرف اضافه آن استفاده شده. برای ایران خود کلمه ایران یک کلمه مسکولن هست، مذکر هست، ولی از اونجایی که حرف اولش صدا داره باید دوباره از حرف اضافه آن براش استفاده بشه. به این نکته حتما توجه کنید. نکته بعدی عبارت آن سپتامبر هست. برای همه ماها و سالها از حرف اضافه آن استفاده میکنیم. آن سپتامبر. برای مثال Je suis parti en septembre en 2024. Je suis parti en septembre en 2024. یعنی من سپتامبر سال 2024 اونجا رو ترک کردم. رفتم. پس به این حرف اضافه ها توجه کنید. C'est un soldat. Mais que fait-il ici? C'est un soldat. Mais que fait-il ici? یعنی اون یک سربازه، اما اون اینجا چی کار میکنه؟ un soldat به معنی سرباز هست. یک کلمه مسکولن هست. mais que fait-il ici؟ یعنی اون اینجا چی کار میکنه؟ اما اون اینجا چی کار میکنه؟ Mon père était un soldat, le grand-père aussi était un soldat. Mon père était un soldat, le grand-père aussi était un soldat. میگه پدر من سرباز بود، پدر بزرگم هم سرباز بود. یه بار دیگه گوش بدیم. Mon père était un soldat, le grand-père aussi était un soldat. Elle jouait pour gagner. Elle jouait pour gagner. یعنی اون برای بردن بازی میکرد. ژوئه حالت امپرفه از فعل ژوئه به معنی بازی کردن که برای ضمیر سوم شخص مفرد ال صرف شده.
یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که اینجا بعد از پوخ به معنی به منظور یا برای حتما باید فعلمون به صورت انفینیتیو یا مصدری بیاد. پوخ گنیه. اینجا فعل گنیه به معنی بردن صرف نشده و به صورت انفینیتیو استفاده شده. این نکته رو هم همیشه یادمون نگه داریم. Je reviendrai dans 10 minutes. Je reviendrai dans 10 minutes. یعنی من 10 دقیقه‌ای برمیگردم. در عرض 10 دقیقه برمیگردم. فعل reviendrai حالت فوتور سمپل آینده ساده از فعل revenir هست. و وقتی حالت زمانی dans حالا هر چند دقیقه یا هر چند زمانی که میخوایم استفاده میکنیم به صورت آینده استفاده میشه. برای مثال dans 10 minutes یعنی در عرض 10 دقیقه یا 10 دقیقه بعد. پس وقتی این فرمت رو میبینیم یکی از نشونهایی هست که بدونیم جمله به صورت زمان آینده نوشته شده. Début de la représentation dans 10 minutes. Début de la représentation dans 10 minutes. همونطور که میبینین اینجا از فرم زمانی که استفاده شده متوجه میشیم که جمله برای حالت آینده هست. میگه اجرا 10 دقیقه دیگه شروع میشه. Début de la représentation dans 10 minutes. ممنونم که تا اینجا همراه من بودین و امیدوارم که از این درس استفاده برده باشین. اگه سوالی داشتین حتما در قسمت کامنت ها بپرسین. تا ویدیوی بعدی، ابینتو.